دوباره باز آمدم که محفل افروزیم. سلام مخلص خوب عزیز دیده و دل. سلام اهل وفا، اهل همت، اهل ادب. سلام اهل حقیقت. سلام اهل اصیل. السلام علیکم و رحمت الله بر کل دوستداران برنامه، مخلصان و مشتریان اصیل این برنامه. سلام بر آنهایی هم که بار اول وارد این برنامه شدند تماشا میکنند. سلام بر آنهایی که پیوسته تماشا میکنند و ایراد میگیرند، کمبودی های ما را میبینند، میخواهند اصلاح کنند یا میبینند و میگویند و ما خود اصلاح میشویم. خلاص بر کل شما السلام علیکم میگویم به خاطر سلامتیتان، سعادت دائمی روزگارتان، به خاطر محبت پایدار بین همدیگری در بین همه شما دست دعا میکشایم بگذار خداوند فیض و برکت را در خانوادهتان پایدار نگه داشته باشد. خب من باز هم یک برنامه دیگر روی پخش مستقیم است و رفزنه های برنامه پرنده های ماجرا امروز هم باز کردیم تا شما راز گفته باشید. رفزنه رو باز کردیم تا باز هم سر یگان موضوع بین هم بحث کرده فکری یک دیگر را شنیده باشیم و گفته باشیم که مشورت ادراک و هوشیاری دهد. امروز برنامه همان خیلی دامنه دار است. موضوع برنامه همان گفتنی بودم و موضوع خیلی جالب هم جذاب هم هست. هرچند در یک دیده خواندن و در یک بار شنیدن آنقدر درک نمی کنید تا چه اندازه این موضوع جالب است، اما در حقیقت هرچند نمودار نظرها نیست اما خیلی دامنی وسیع و پرمضمون دارد. خب تاثیر ادبیات در بیداری ملت. ادبیات هم تاثیر میکند. گفته نفرانه پرسیدند وقتی که همراهشان سوال جواب کردنی بودم در این موضوع، آیا ادبیات هم تاثیر میکند؟ اگر تاثیر مثبت هم هست ادبیات دارد. ادبیات دارد اولین تاثیر بر تحولات هر یک کشور، بر چی میگویند ریولوسیون، یعنی که مبدل شدن از یک ساخت کهنه بر ساخت نو. اول ادبیات تاثیر دارد. اول برنامه ریزی هر یک تبادلات در ذهن انسان ها، در مغز انسان ها خطور می کند و طرح ریزی می شود. اول روی صفحه قلم کشی کرده می شود، بعدا نفرانی هستند که این چیز را درک می کنند، بین عامه پهن کرده می توانند و عامه بعد خواندن و بعد فهمیدن این چیز کوشش می کند که سمت خوبی مایل باشد، سمت بهبودی، پیشرفت، ترقیات و همین است که از دامان این پیگیری همین موضوع می شود و این نفران البته بیشترشان اهل ادبیات هستند. ادبیات نه فقط شعر است، نه فقط نثر عادی است، اثر است، مثلا رمان است یا چیز دیگر. ادبیات از همان شمارک های دوران کودکی همان آغاز می شود. همه آن شمارک ها، لطیفه ها، لطایف، حکایت، روایت ها، چیستان ها، ضرب المثل و مقال ها، در آمد گپ، یک جمله، افسانه ها، خصوصا همه این دامان ادبیات را فرا گرفته است و این همه برای بیداری ملت سهم دارد. تاریخ خود گذشته را ندانی آینده در میمانی میگویند. تاریخ هم یک جزء ادبیات است که تاثیر میکند. با کودکانتان افسانه های گویید که بیدار شوند، نه این که بخوابند، میگوید حکیم بزرگه. و همین افسانه های عادی که ما نه آنقدر درک میکنیم ماهیتش را در بیدار کنی کودکان شما نقش دارند. این هم نقش ادبیات محسوب مییابد. برای مثال افسانه معمول ترین همان بهرام و دونک از جسارت و متانت بهرام میگوید که با سر تنها به کمک یگان نفر یک عجوزه فریبگر با دام فریب نهاده خود عجوزه افکند و فرار کرد.
یا خود افسانه بزک جنگلپا، این هم از جسارت همان بزغاله میگوید که برای کودکانش را از کام گرگ بچه خور گرفته می آید و باز هم مادری می کند. افسانه است البته، اما در ذهن کودک بیدار می کند متانت را، بیدار می کند جسارت را. نباید از گرگ ترسد، نباید از شغال ترسد یا سر خانه دیگر حیوانها هم رفته بالای بامشان پای می کوبد. هرچند که ضعیف است، ناتوان است، خرد است، اما باز هم پای می کوبد. و همین طریق ادبیات از کودکی آغاز کردم در حیات انسان نقش مهمی دارد. از زمان ادبیات بچگان آغاز کردم. اکنون میگذاریم صنف پنجم بار اول درس ادبیات میخوانند در مکتب ها، بعد کتاب خوانش صنف چهارم میخوانند، بعد صنف پنجم هم. صنف پنجم اول کتاب ادبیات میخوانند، از ایجادیات دهانکی خلق آغاز یافته با ابو عبدالله رودکی، سردفتر ادبیات کلاسیکی تاجیک. در خاطر دارید وقتی که امیر بخارا عازم سفر شد در یک موضع بهشت‌آسا که خیلی زیبا بود، باغ و بوستان بود، گلزار بود، آب روان و چشمسار بود، هوای تازه باغ بود و هرگز پادشاه نمیخواست که این همه کیفیت بالیده را ترک کند و از آن موضع بیرون شود. اما همراهان پادشاه وطن را یاد کرده بودند. همراهان پادشاه میخواستند که در بخارای عزیز خودشان همراه فرزند و عیال و خاندانشان باشند. از اینجاست که کسی گفته نمیتوانست بر پادشاه از رودکی بزرگوار خواهش کردند. رودکی را خواهش کردند که او بر امیر با سبک با یک شاید شعر، موسیقی، حکایت و روایت گفتار آنها را رساند. پس در همان دوره هم مردم میدانستند که ادبیات خیلی تأثیر عمیق دارد، حتی در دولتداری هم، در دل پادشاهان هم. اینجاست که شعر به همه معمول پیدا شد: بوی جوی مولیان آید همه، یادیار مهربان آید همه، میرماه است و بخارا آسمان، ما سوی آسمان آید همه. و خیلی یک غزل دور و دراز است که هر یک بیتش پادشاه را بر بخارا دعوت میکند. اینجا پادشاه را بالا بردار کرده رودکی، اما مقصد نیک بوده. شاه را ماه گفته، اما بخارا را آسمان گفته که شاه برگردد. نه چون مداحان ما که پادشاه را تا مادر عیسی پیامبر برابر کردند، تا نجات بخش سیاره زمین برابر کردند، اما مقصد اونجا پنهان نبود که در پی آبادی او را تکان دهند، وادار کنند. اونجا مقصد فقط چیز رویاندن بود یا بر منصب رسیدن بود. اما رودکی گفت میر سرو است، اما بخارا بوستان است، باید سرو در بوستان باشد. ای بخارا شاد باش و درزی، میر نزد مهمان آید همه. اینجا وطن دوستی، وطن پروری، این همه انعکاس یافته در شعر ابو عبدالله رودکی. و شاید محبت باشد، شاید حقیقت باشد که گویا میر هنگامی بر اسب سوار شدن پادشاه یکی از پای افضالش را، موزه‌اش را نپوشیده سوار شده است. این را از من دیده بهتر همه شما میدونید. پادشاه بر بخارا برگشته، بر وطن عزیزش. این هم یک تأثیر خوب ادبیات است. یا برمیگردیم اکنون بر جانب ابوالقاسم فردوسی. آنجا وقتی که شاهنامه را شاه نپذیرفت یا پذیرفت و آنقدر قدرگذاری، اجرگذاری نکرد و مبلغ خیلی ناچیز بود مکافات، همینجا فردوسی شعره که نوشته بود، شما در خاطر دارید البته، در شعرش: اگر شاه را شاه بودی پدر، بسر برنهاده مرا تاج زر، وگر مادر شاه بانو بودی، مرا سیم و زر تا به زانو بودی. همین خیلی یک مصرع ها دارد. مردم که از بعضی از کردارهای پادشاه روح افتاده بودند، خجل بودند، همین شعر را زود
روی بردار کرده شبانه در هر کجا برده نصب کرده چسبانیده کاغذ را و زود احضیات کرده هم بودند. این هم تاثیر ادبیات است. این هم تاثیر ادبیات است که در آنجا مصرع ها خیلی مضمون بلند دارند. اگر شاه را شاه بودی پدر به سر برنهاده مرا تاج زر. اینجا میگوید شاه اگر شاهزاده می بود اولاد و اقربایش پادشاه می بودند، او از شاهیگری درک می داشت، از کجای آمده و خود خوانده و نمی بود قلبکی پادشاه نمی بود، به سر من تاج زر می نهاد که من 30 سال شاهنامه نوشتم. گفته یعنی من 30 سال شاهنامه نوشتم قدر میکرد. یا گفت اگر مادر شاه بانو بوده مرا سیم و زر تا بزانو بوده. اگر مادرش در حقیقت یک زن پاک دامن می بود بانو می بود، به معنای پاکیزه می بود. در حقیقت چی میگویند پاک دامن و یک مادر یک زن حقیقی می بود، یک زن نکونام می بود. تا زانوی من زر می پاشید پادشاه. خیلی دراز است این شعر و این هم تاثیر ادبیات است که در همان دوران زود همگی اذیت می کنند. تاثیر ادبیات در بیداری ملت خیلی بزرگ و چون نانه که در آغاز برنامه گفتم اگر تاثیر هم مثبت دارد اول ادبیات دارد. بعضی شعرها را وقتی میخوانید آنقدر انسان را به وجد میآورد که انسان هنگام خواندن یا آب دیدهش میبراید، یا بعضی شعرها یک بار تغییر میدهند. خواندن بعضی کتابها آدم را تماما دیگرگون هم کرده میتواند. تاثیر ادبیات است. این هم زمان شوروی شاعران تا در وصف لنین و ستالین و کمونیسم و کپیسس اینها شعرکی نمی نوشتند، تعریفی البته کتابهایشان خواه در موضوع لیریک باشد یا تاریخ باشد دیگر و دیگر چاپ نمیشد و آنها مجبور بودند می نوشتند. من خوب در خاطر دارم که برای چاریک بهای چاریک را گرفتن ما یک شعرک باید از یاد میکردیم. لنین برادر رهنما بود، بر حکومت ما آفرین، بر شش یک روی زمین کرد ملک ما را نازنین. لنین برادر رهنما، نوابسته از آن که وزنش اینجا لکنت دارد، نوابسته از آن که دیگر تاریخ نمیپذیرد این شعر را، دیگر مضمونهایش شکسته شده گسسته شده، دیگر شش یک روی زمین نیست، ما دیگر در یک گوشه خورد در یک کشور خورد زندگی کرده ایستادیم. اما در همان دوره همین شعر در زبان همگان ورد زبان همگان بود، باید می نوشتند و امروز هم فرق نمی کند از آن دوره. امروز هم می نویسند در وصف پادشاهان می نویسند، گاه پرزیدنت را هم چون پادشاه می گیرند مدح و ثنا می خوانند. فقط شعرهای مداحی امروزه از همان مرز هم گذشته رفته، برابر پیامبر گرفته ایستادند، برابر نه فقط صلح آور گفتند یا نجات بخش ملت گفتند، حتی نجات بخش سیاره هم. میدانند حکومت امروز هم که تاثیر ادبیات بزرگ است بر ملت. همین رفت ادبیات را خللدار نمیشوند، نمیگویند که ننویس در وصف کسی شعر بگذار نویسد، چون در دوران شوروی هم می نویستند، همگان می خواندند، دست سر سینه می گفتیم کمونیسم زنده باد دیگر و دیگر. همان ادبیات به همین حالت می آورد مردم را، همین ادبیات وادار می کرد که ما همین شعرها را خوانده افتخار می کردیم. در همه جا نوشته مانده بودند. شرف بکپایسیس گفته امروز علاقه کار نمی دهد، اما شعرهای کلاسیکانی ما از علامه های بزرگ ما ابدی زنده مانده، زیرا هم از جهت شعری جوابگو، هم از جهت مضمون، هم تا هنوزم اقتدار خود را گم نکرده است. برای مثال دور نمی رویم شعر محمد اقبال لاهوری. من قبل از آن که از لاهوری برایتان گویم یک شعرک برای مداحان گفتنی هستم، شاعران مداح که در وصف کسی شعر می نویسند. مردم در این سراچه بجز باد سرد نیست، هر کس که لاف مردی خود زد که مرد نیست.
مردم خدا نکرده مگر کور گشته اید یا از اصالت خودتان دور گشته اید؟ تا کی برای لقمه نان بندگی کنید؟ تا کی برای لقمه نان بندگی کنید؟ تا کی به زیر منتشان زندگی کنید؟ اشعار صیقلی شده تقدیم کس نکن، گل را فدای رویش خاشاک و خس نکن. دل را اسیر دلبر مشکوک کرده، دور دری نثار ره خوک کرده. آزاده باش هر چی که هستی عزیز من، حتی اگر که بت بپرستی عزیز من. نوابسته از چگونه دین داشتن، در کدام دین، در کدام آیین، در کدام مذهب بودن، آزاد باشد. مدح و ثنای یک بنده را کردن آن خوردن، این ادبیات نیست. اما تأثیر ادبیات را که میداند، همین جریان جاری شده را باز نمیدارند. ما همینجا از استاد لایق یک شعر پرتأثیر گرفتیم که برایتان تقدیم میکنیم. انا بعد باز هم ادامه میدیم صحبت را. مرحمت. جان به قربان تو ای میهنی خونین کفنم، بودی بیت الشرفم گشته بیت الحزنم. دشمنت چار طرف اجنبی و خانگی اند، تنی تنها و چی نیرو صف اعدا شکنم. دوست دشمن نسق و دشمن تو دوست نماست، راست گویم بپرانند زی چشم و دهنم. تاجیکم در وطن خیش چرا متهم است، یا خطا رفته به تاجیک تولد شدنم. همه خلقان دیگر انجمن آراستند، در سمرقند نشد ساختنیم انجمنم. گفت علامه اقبال که برخیز ز خواب، بزدل گفت فلانی است مخاطب نه منم. فلانی است مخاطب نه منم. اینجا علامه اقبال شعر را در نظر دارد، لایق شعری که علامه اقبال سروده است. از خواب گران خیز، در مکتب میانه هم از یاد کرده بودیم و این شعر باعث بیداری خیلی از ملت‌های فارس زبان شده بر دیگر زبان‌ها هم ترجمه شده است. در خاطر دارید فریاد ز افرنگ و دلاویزی افرنگ، فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم همه ویرانه ز چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز به تعمیر جهان خیز، از خواب گران خواب گران خواب گران خیز. این شعر مخمس هم خیلی بندهای زیاده دارد و هر یک از یک دیگر، هر یک بند از بندهای دیگر پرمعناتر، پرتأثیرتر، تأثیرگذارتر هست. خصوص برای ما خیلی فهماست، چون با زبان خیلی فهمای فارسی و تاجیکی گفته شده است. ادامه این شعر هم میتوانیم گوش کرده. بعداً دوام میدیم. مرحمت. گریه من نه از آن است که درگاه هم سوخت، هم نزان است که شد سوخته باغ و چمنم. گریه من نه از آن است که بیچاره شدم، هم نزان است که فرسوده بود پیرهنم. گریم از آن که تو را حکم به کشتن کردند، ای تو هم پایه و هم مایه انسان بودنم. گریم از آن که زبون مایه این قسمت تلخ، من سخن گویم اگر نیست کسی هم سخنم. گریم از آن که به جرفای چنین فاجعه‌ای، نشود خیره کس از هم نسب و هم وطنم. گریم از آن که دو سه بی طرفی بی شرفی، به سرم سنگ ببارند که من دم نزنم. گریم از آن که تو تنهایی و من تنهاتر، وطنم آ وطنم آ وطنم آ وطنم. گریم از آن که دو سه بی طرف بی شرف، به سرم سنگ ببارند که من دم نزنم. گریم از آن که تو تنهایی و
من تنهاتر، وطنم آه وطنم آه وطنم آه وطنم. وقتی اهل فهم، اهل درک گوش میکند شعر را، وجودش به لرزه میآید. انا همین به لرزه آمدن وجود، درک کردن همین شعر تأثیر است، تأثیر ادبیات است بر بیداری ملت. تأثیر ما در آغاز برنامه از افسانه سر کرده آمدیم که چگونه تأثیر میکند و نه فقط نظم، نثر هم تأثیر خیلی بزرگ دارد. مثلا یک کتاب غورمگس بود که ما در کتابخانه بچگانه خوانده بودیم، هنوز ادبیات از ادب آلمانی لیلیان اتلوینیچ. غورمگس قهرمان این اثر ارتور است. در اینجا کمتر نویسنده بابت شخص پرستی هم شخص